این طرح داخل اینترنت دیدین؟ این کیک قرمز خوش رنگ با طرح عالی ایرانی. الان تولد منه، قرار با هم درستش کنیم. کلی برای ذوق دارم و شروع می‌کنیم. این کلا رو برای کادو تولد به خودم هدیه دادم. یکم ادا در میاریم. این شلوار مهمه تو پروسه کیک، دقت کنید. لوازمی که نیاز داریم دارم بهتون نشون میدم. ما به همه این وسایل نیاز داریم تا بهترین و خوشمزه ترین کیک سالو بپزیم. فکر می‌کنیم، عمل می‌کنیم، تخم می‌شکنیم، شکر می‌ریزیم. بازم می‌شکنیم. اگه این دفتر گم شد بدبختم. خب، آرد می‌ریزیم. پودر کاکائو خدا تومانی، دورگیری فراموش نشه خانم. روغن، کالری فراوان، پودر کاکائو می‌ریزیم توی قالب. سیخونک بهترین کار. من از اونجا که موزه گردو دوست ندارم، از شکلات و سس لوتوس دستات استفاده می‌کنیم. اول کیکو مرطوب می‌کنیم، خامه می‌کشیم. خامه‌مون شکلاتیه. چرا؟ چون عاشق شکلاتیم. خامه بیشتر، سس، خامه و شکلات. پرملات می‌زنیم. لایه دوم با دقت می‌ذاریم. اینجا یکم بنایی می‌کنیم. یکم به دوربین نگاه می‌کنیم. ادامه بناییمون، ماسور کاری. این رنگا خیلی سخت در میان. عقل فراموش نشه. و اینم نتیجه در شب و اینم نتیجه در روز. نظرتون چیه؟ حتما بهم بگین که چطور شد. به نظرم خیلی خوشگل شد. نظر شما چیه؟